بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سوره جاثیه یعنی زانو زننده در مکه نازل شده است و از 37 آیت عبارت است. حمیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از جانب الله پیروزمندی حکیم که در انتقام گرفتن از دشمنانش غالب است و در تدبیر امور خلقش با حکمت است. این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. البته در 7 طبقه های آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست از مخلوقات گوناگون نشانه های عبرت است برای مؤمنان. و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. و ای مردم، در آفرینش شما و پراکنده شدن جانوران عبرت هاست برای مردمی که به الله و شریعت او باوری یقین دارند. و اختلاف اللیل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. و از پی یکدیگر آمدن شب و روز و رزقی که الله از آسمان یعنی باران میفرستد و زمین مرده را با آن باران زنده میکند و نیز در وزیدن بادها که از هر جهت برای منفعت شما میوزند عبرت های است برای عاقلان. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله و آیاته یؤمنون. اینها آیت های کلام الله است که براستی بر تو ای رسول تلاوت میکنیم. پس بعد از کتاب الله و آیات او و حجت هایی که دلالت بر معبود حقیقی او می کنند به کدام سخن ایمان می آورند. ویل لکل افاک اثیم. وای یعنی هلاک باد بر هر دروغگوی گناهکار. یسمع آیات الله تتلى علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب علیم. آیات های کلام الله را که بر او خوانده می شوند می شنود، آنگاه متکبرانه دوامت بر کفر دارد و برای الله و رسولش سر فرو نمی آرد چنان که گویی هیچ نشنیده است. پس ای رسول او را به عذاب دردآور که در روز قیامت واقع است بشارت ده. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. و هرگاه بر چیزی از آیات ما آگاه شود آن آیات ها را به مسخره می گیرد. روز قیامت آنها سزاوار عذاب خار کنندند. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. از پشت سر آنها جهنم است، یعنی در پیش آنهایی که آیات الله را به مسخره میگیرند جهنم است و مالی که به دست آوردند و کسانی که غیر الله بر حق معبود گرفتند
به حالشان فایده نکند و برای آنها عذاب بزرگ است. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. این قرآنی که بر تو ای رسول نازل کردم راهنمود است برای راه یافتگان به قرآن عظیم و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان نمی آورند و آن را تصدیق ندارند برایشان عذاب است از نوع سخت‌ترین عذاب‌های دردآور. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله ذات است که بحر را برای شما مسخر کرد، یعنی رام شما کرد تا در آن به فرمان او کشتی ها روان باشند و طلب معیشت کند تا اینکه به نعمتهایش سپاسگزار باشد و تنها او را پرستش کند و در آنچه می فرماید و من می کند فرمان بردار باشد. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و آنچه را در آسمان ها از آفتاب و ماهتاب و ستارگان و آنچه را در زمین است از جانوران، درختان و کشتی ها و غیرها برای فایده شما رام کرد، همه از آن اوست. هر آینه در این نشانه ها و حجت هایی که بر یگانگی الله دلالت می کنند برای مردمی که اندیشه می کنند عبرت های است. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بگو ای رسول با کسانی که ایمان به الله آوردند و به پیامبرش پیروی نمودند از خطای کسانی که به روزهای الله امید ثواب ندارند و از عذاب او نمی ترسند، گوش به اذیت و آزار کافران و مشرکان ندهند و درگذرند تا الله آن مردم را به جزای اعمالی که در دنیا مرتکب شده‌اند پاداش دهد. از خطای کسانی که به روزهای الله مراد از این روزها بلاها و مصیبتها است. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هر کس کاری شایسته کند در دنیا به فایده خود است و هر کس مرتکب کاری بد شود به زیان است. سپس همه روز قیامت به سوی پروردگارتان بازگردانیده می شود و او شما را در برابر عملهایتان جزا می دهد. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ما بنی اسرائیل را کتاب تورات و انجیل و علم داوری و نبوت عطا کردیم و از فرزندان ابراهیم علیه السلام بسیاری را به نبوت و رسالت برگزیدیم و از چیزهای پاکیزه و خوش روزیشان دادیم و بر جهانیان عصر خودشان برتریشان دادیم. وآتيناهم بينات من الأمر
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و آنها را یعنی قوم بنی اسرائیل را در امر دین در بیان حلال و حرام دلیل های روشن دادم و در آن از روی حسد و کینه اختلاف نکردند مگر آنگاه که دانش درباره حقیقت دین و احکام آن یافتند. الله در روز قیامت در آنچه که در دنیا اختلاف میکردند داوری خواهد کرد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پس تو را ای رسول برای ظاهر از دین یعنی شریعت انداختم، پس با آن راه شریعت برو و از خواهش های نادانان پیروی نکن که آنها شریعت و احکام دین را نمیدانند. این آیت دلیل است بر بزرگی این دین و واجب است بر مسلمان در حکم الله تسلیم شود و میل به خواهش اهل کفار نکند. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. آراینا این مشرکان که تو را با خواهش های خود دعوت می نمایند تو را هیچ از الله به نیاز نمی کنند و عذاب او را از تو دور کردن نمی توانند. اگر تو پیروی خواهش های آنها کنی هر ظالمان یعنی منافقان و یهودیان دوست داران یکدیگرند و الله یاری دهنده و دوست داری پرهیزگاران است. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. این قرآنی که ما به تو فرود آوردیم دلیل های واضح برای مردمان است که حق را از باطل جدا می کنند و راه حق را می یابند و هدایت و رحمت است برای قومی که به حقیقت آن باور دارند که نازل شدن این کتاب از جانب الله پیروزمند حکیم است. ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا آنان که مرتکب بدیها شدند پیامبران را دروغ برآوردند و امر پروردگارشان را مخالفت کردند و غیر او را پرستش کردند گمان کردند که ما آنها را در شمار کسانی که ایمان به الله آوردند و کارهای شایسته کردند قرار می دهیم؟ و آیا زندگی و مرگشان برابر است؟ هرگز برابر نیستند. چی بعد داوری می کنند میان نیکوکاران و بدکاران در آخرت. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. و الله آسمان ها و زمین را به حق و به عدل و حکمت بیافرید تا هر کسی را برابر کاری که از نیک و بد کرده است پاداش دهد و به آنها ستم نشود. افرأیت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. آیا دیده کسی را که هوا و هوسش را چون معبود خود قرار گرفت و الله با وجود آگاهی از حق و باطل گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد تا پند و موعظه را نشنود و هدایت را درک نکند و بر دیدگانش پرده افکند تا راه درست را نبیند؟ اگر الله توفیق و هدایت به راه حق نکند چی کسی او را هدایت خواهد کرد؟ ای مردم، چرا پند نمیگیرید تا حقیقت حال را بدانید؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. و مشرکان گفتند بجز این زندگی دنیوی ما هیچ حیات نیست، گروه از ما میمیریم و گروه زنده می شویم و ما را جز دهر یعنی گذر روزها و شبها و گذشت عمر هلاک نمی کند. آنان به این سخنهایشان دانش ندارند بلکه تنها گمان می ورزند و تخمین می زنند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و چون آیات روشنگری ما به این مشرکان منکر به روز بحث تلاوت شود، حجتشان این است که میگویند اگر تو ای محمد و پیروانت راست میگوید پدران ما را پس از مرگشان زنده کنید. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو ای رسول برای این مشرکان منکر به روز بحث الله است که شما را در دنیا زنده می کند پس می میراند و سپس همه را در روز قیامت که شک در آن نیست گرد می آورد، ولی بیشتری مردم این حقیقت را نمی دانند. از این را در زنده شدن بعد از مرگ شک می کنند. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. از آن الله است فرمان روایی 7 آسمان و زمین و کسی در ملک و آفرینش و سزاواری پرستش با او شریک نیست. و آن روز که قیامت برپا شود مرده ها از قبرهایشان برای حساب و کتاب برخیزند و اهل باطل یعنی کافران زیان خواهند کرد. و ترى كل امت جاثیه كل امت تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ای رسول روز قیامت هر امت را ببینی که به زانو در آمده است و هر امت را برای گرفتن نامه اعمالش بخواند و برایشان گفته شود در چنین روزی در برابر هر اعمالی که از نیک و بد کردید پاداش میبینید. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. این نوشته ماست که بر حق سخن میگوید، یعنی بر عملهای شما
به حق و راستی به هیچ کم و زیادتی گواهی می دهد. هر آینه ما از فرشتگان خود خواسته بودیم که تمام کارهای را که در دنیا می کرده اید به زیادتی و کمبودی بنویسند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. ای کسانی که در دنیا ایمان به الله و رسولش آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنان را در جوار رحمت خویش در بهشت داخل می کند و این کامیابی آشکار است. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. و اما کسانی که کافر می شوند به آنها از راه سرزنش گفته می شود مگر آیات ما بر شما خوانده نمی شد و شما تکبر می ورزیدید و مردم گناهگار بودید و به ثواب و عقاب ایمان نمی آوردید. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. چون گفته می شد که هر آینه وعده الله حق است و در وقوع قیامت شک نیست که حتما آمده نیست، می گفتید ما نمی دانیم قیامت چیست، جز گمان نمی بریم، یعنی ما قیامت را خیال محض می پنداریم و از واقع شدن آن به باوری نرسیده ایم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اعمال زشتشان، یعنی آنهایی که آیات الله را دروغ می برآوردند و در دنیا عملهای بد می کردند، در برابرشان آشکار شد و آن چیزی که مسخره اش می کردند از عذاب دوزخ گرد به گردشان را بگرفت. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. از سوی الله به کافران گفته شود امروز فراموشتان میکنیم و در عذاب فرا میگذاریم، همچنان که شما دیداری چنین روزتان را با ترک ایمان و عمل فراموش کرده بودید. جایگاهتان در آتش است و شما را هیچ یاوری نیست که از عذاب الله شما را نجات دهد. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. و این عذاب از آن روی بر شما فرود می آید به سبب که آیت الله را به مسخره می گرفتید و زینت حیات دنیا شما را بفریفت. پس امروز از این آتش کسی آنها را بیرون نبرد و نه به دنیا بازگردانیده شوند تا توبه کنند و عمل شایسته کنند و نه کسی عذرشان را پذیرد. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. ستایش از آن الله است، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان، که جز او کسی شایسته حمد و ستایش نیست، چون که او خالق و مالک جمع مخلوقات و کائنات است. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بزرگواری،
شکوه و بقا و پایداری و کمال در آسمان ها و زمین در همه امور خاص است و است پیروزمند حکیم که بر دشمنانش غالب است و در گفتار و کردارش و در تدبیر امور خلقش با حکمت است. پاک است بجز هیچ کس سزاوار پرستش نیست. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. شما سوره جاسیه یعنی زانو زننده را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 37 آیت عبارت است.